بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و مادران عزیز، تمام بنده هایی که بنده را میشنوید یا میبینید، امروز همراه شما درباره یکی از موضوعهای مهم دیگری رمضانی صحبت میکنم. آن هم درباره کارهایی که روزه را نمیشکند ولی زیادی ها گمان دارند که از شکننده های روزه هست. پیش از آن که به موضوع داخل شویم، اینجا نفرانی هستند وقتی به آنها از آیات قرآن، از احادیث پیامبر، از قول مذهب صحبت کرده می شود، میگویند نه این گپ های ملاهای نابرامت است، این را شمایان طالب علم برآوردید، ما همون گونه که پدر و بابایمان کرده بود آن را میکنیم. اما این عیناً همون خصلت مشرکان مکه است. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفین علیه آباءنا. وقتی به آنها گفته میشد که آنچه که الله نازل کرد از سخن الله، از سخن پیامبرش، آن را پیروی کنید، میگفتند نه هر چیزی که پدر و باباهای ما کردن آن را ما پیروی میکنیم، ما سخن الله و رسولش را نه. پس اینجا وقتی شما میگوید برای ما از حدیث و از آیت نگو، از قول این آن عالم نگو، هر چیزی که عرف و عادت ما کرده رفت آن را دوام میدهیم، شریعت و احکام حلال و حرام و حکم های روزه و نماز که کار و پدر و مادر و کار عرف و عادت نیست، این کار برمیگردد به صاحب شریعت. برای همین در این مسئله که انسان را از دین خارج میکند، خواهش میکنم یک کم احتیاط باشید. برای اون که نفران زیادی هستند که چه خیلی که گفتم نه اینجا پدر و بابای من همین گونه کردن، مردم سالها این گونه میکنن، این یک ملا برآمد و گپ میزند، گویان کاملا حتی آیت الله، حتی احادیث صحیح پیامبر رو دارن رد میکنن. اکنون در این موضوع گپ رو دراز نکنم، یکمین چیزی که مردم در ما گمان میکنند که این کار در وقت روزه‌داری روزه رو میشکند، این غسل کردن است یا استحمام کردن یا آبازی هم میگویم با زبان مردمی. عزیزان، در ما حدیث در بخاری مسلم است، حدیث از حضرت عایشه و از حضرت ام سلمه که میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهی میشد که جنوب خواب میکردند و وقتی نماز صبح میشد غسل میکردند، نماز میخواندند و روزه‌دار بودند. انا همین حدیث دلیل 100% این چنین به نفرانی هست که گویا که جنوب خواب رفتن گناه کبیره باشد و این چنین به نفرانی که یکی می شود که برای غسل کردن رسیدگی نمی کنند و این چنین برای زنهایی که از حیض پاک شدند و غسل کردن نتوانستند می توانند روزه را نیت کنند و بعد از اینکه بامداد درآمد غسل کرده بامدادشان را خوانند. و وقتی حضرت عایشه میگویند و پیامبر صلی الله علیه و سلم غسل میکردند و روزه را دوام میدادند، معنایش این است که وقتی که روزه دار هستی غسل کردی باکی ندارد. این چنین در ما حدیث دیگر در ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در شدت های گرمی و تشنگی از سر خود آب میریختند و این را یک نفر نه یک چند صحابه ها دیده بودند. از این میبراید که عزیزان، علل خصوص در وقت گرما که انسان دیگر میدانید و چه مشکلی دچار می شود، یکی استحمام کردید، یکی به گفتی روزها دوش گرفتید، باکی ندارد که به روزهتان هیچ ضرری نمی رساند. چیزی دیگر شستن دندان ها هست، یعنی شستن دندان ها چی با معجون دندانشویی که عادتا ما با زبان مردمی که دیگر بروسی همیشه زبنه پسته میگویم، یا با مسواک باشد یا هر چی خوشبو دندان را تازه می کند، یگان باکی ندارد. در این باره هم در ما حدیث در ترمذی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم امیر میگن رأیت النبی مال احصا یتسوق و هو صائم، من پیامبر رو دیدم که شماریده نمیشد اینقدر زیاد او مسواک میکرد، یعنی اینقدر زیاد مسواک میکرد که چند بار مسواک کرد شماریده نمیشد و هو صائم، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه دار بودند. پس در نزد تمام علما از جمله در مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه هم دندان را مسواک کردن، چی پگاهی روزی چی بیگاهی روزی، کدام وقت نباشد، روزه دار هستی روزه دار نیستی، این سنت پیامبر است. و اگرچه معجون دندانشویی یکم مزه داشته باشد هم یا طعم داشته باشد هم به روزه شما هیچ خللی نمیرساند که این مسئله اتفاقی هست، این مسئله اتفاقی است. و این چنین درباره قی کردن، اینجا خواهران زیادی که حامله هستند، پروردگار حمل شما را صحت و سلامت به آخر برساند و به دست مهمانهای خود را گیرد، سوال میکنند که مایان نخسته قی میکنیم، آیا این روزه ما رو میشکند؟ که زیادی ها میگن الکی روزه تو باطل شد. عزیزان، در نزد تمام علما، در نزد 4 مذهب از جمله مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، هر کسی که خود را مجبور کننده قی کنونید میدونه که یا با دستش یا دلش رو به حضور کنونیده روزه او میشکند و باید روزه گیرد. اما کسی که قی او رو بالایش آمد، یعنی خودش رو مجبور نکرد و
قی کرد، انا روزه او نمیشکند. برای اینکه در ما حدیث در ترمذی است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، لفظ حدیث را میخوانم: من استقاء و هو صائم فعليه القضاء و من ذرعه القیء فلیس علیه القضاء. هر کسی که خود را خود قی کناند او باید قضای روزش را گیرد. هر کسی که قی بالای او غالب آمد، یعنی خود از خود قی کرد، روزه او نمیشکند. عیناً همین گونه خون بینی، خون دندان، وقتی فرو نمیبرید و از بین خود از خود خون آمد که شما در دستتان نیست و فرو نمیبرید، یا از اطراف دندان ها یا ملک های دندان در وقت شستن دندان یا عادی خون آمد، این هم در نزد تمام علما بر روزه شما ضرر ندارد. یعنی قی کردن، این چونین خونی بینی و یا اینکه خون دندان. چیز دیگر مالیدن ملهم یا اینکه کرم ها میگویم. در کدام کتاب فقه را نبینید، در آنجا درباره تدهین گپ آمده است، یعنی روغن مالیدن به روی یا روغن مالیدن به موی سر یا به بدن. در نزد تمام علما وقتی که شما به بدن خود یا به چهره خود روغن میمالید، هرگز روزتان نمیشکند. عیناً کرم ها هم همین گونه هست که او که به داخل بدن شما داخل نمیشود، اگر کرم به جای یا اینکه ملهم برای یگان درد یا زخم گذاشتید، انشالله بر روزه شما ضرر ندارد. چشیدن نمک هست. زیادی خواهران میگویند مهمان زیاد دارم، خوراک رو نمکش رو نچشیدم شاید خیلی مشکل شود. خواهران عزیز، مسئله اتفاقی است. در ما آثار عبدالله ابن عباس است در مصنف عبدالرزاق که تمام علما همین رو دلیل میگیرند و هر مذهبی که دلیل میگیرد دلیل خود را دارد. یعنی اینجا بعضیا برآمده میگویند ابو حنیفه رحمت الله علیه گویا از پیش خود چیزی گفتند. چیزی در یگان مذهب نیست که به دلیل نباشد، یا اگر دلیل نداشته باشد دلیل به قیاس است که در این باره هم صحبت میکنیم. در نزد تمام علما تکیه به همین دلیل عبدالله ابن عباس که خوراک رو چشیده روزه ات نمیشکند. چشیدن خوراک روزه رو نمیشکند، فقط فرو نمیبرید، یعنی با زبان فقط طعم آن رو میچشید، میتوانید توف کنید ولیکن روزه اتون نمیشکند. عیناً خیلی که مسواک میکنید و طعم دارد یا با آب مزمزه میکنید و طعم دارد، چشیدن خوراک هم بر روزه شما عزیزان هیچ ضرری ندارد. مسئله دیگر مسئله همخوابگی هست که زیادی ها گمان میکنن همان گونه که در روزش همخوابگی گناهی کبیر است و کفاره باید بدهی در شبش هم، در حالی که در آیت قرآن کریم است. در آیت 187 سوره بقره الله میگه احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم. برای شما ای مردها حلال است که شبهای رمضان با همسران خود همبستری باشید. پس همبستری کردن در شبهای رمضان هرگز بر روزه رمضان ضرر ندارد، اما در روز روشن که هم گناهی کبیره است و هم کفاره دارد که درباره شاید یگان موضوع دیگر صحبت کنیم. چیز دیگر نزد طبیب زنها رفتن است و حتی به نزد طبیب دندان یا عموما نزد طبیب رفتن است که زیادی ها خواهرها میپرسند که مایان باید به نزد طبیب رویم، آیا روزه رو میشکند؟ نه. هر چیزی که از دهان یا از بینی به معده در آمد یا سوزنداروهایی که مثل گلوکوز و ویتامین قوت میدهد یا همون قطره هایی که کاپلینیتسا میگویند با روسی به بدن میگذرانند قوت میدهد، این در نزد علما و علمای معاصر روزه را میشکند، چون غذا هست. اون چیزی که از دهانت میدروید یا از رگت مثل گلوکوز یا قوت. اما از پایان وقتی زنها رو میبینند که میبینید رحم زن یا گفتیم بچه‌دان زن به معده یگان رابطه ندارد. برای همین اگر به نزد دکتر رفتید یا ببخشید به طبیب زنها رفتید، به روزه شما انشالله یگان باکی نیست، مشکلی ندارد، روزتان را میتوانید دوام دهید چون شما چیزی رو استعمال نکردید و این چنین قوتی برای جسم شما نمیشود. و مسئله دیگر مسئله سحرخوری هست که بعضی ها سحرخوری نکردن روزش را روزه نمیگیرن. عزیزان، سحرخوری در نزد تمام علما مستحب است، یعنی ثواب دارد، گویم خیر ثواب دارد و کردنش برکت هست. حدیث در بخاری هست تسحروا فإن فی السحور برکه، شما سحرخوری کنید، در سحرخوری برکت هست. اما فرض نیست چگونه که در اول گفتم حضرت عایشه و ام سلمه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم بیدار میشدند و روزه میداشتند، غسل میکردند و روزه میداشتند در حالی که بامداد در آمده بود. پس سحرخوری نکرده پیامبر زیاد روزه گرفتگی هستند. یکی سحرخوری نکردید، نیتی پیشتره شما یعنی در شام نیتی کردتون کافی هست، با همین میتوانید شما روزهتون رو دوام دهید. یعنی حتمی نیست که به سحرخوری خیزیم که من نخستم و روزم باطل شد گویم. این 9 تا چیز بود که درباره زیادی مردم بعضی فکرهای اشتباه دارند. باز مسئله های زیادی دیگری هست درباره رمضان، علل خصوص مسئله هایی هست که
خواهران ما، مادران ما متاسفانه مسئله هایی که فرض است و باید بدانند نمیدانند. اون هم روزگیری در ماه رمضان که گناه کبیر است برای زنی که حیض دیده است و مسئله های دیگر انشالله دربارهش در نوارهای کوتاه دیگر صحبت میکنم. تا نوارهای دیگر در پناه الله یگانه باشید، هر کجا هم باشید در این ماه رحمت و مغفرت در احاطه رحمت پروردگار باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.